کیک استروسل دارچین علاوه بر عطر و بافت بی‌نظیری که داره، با ظاهر جذابش بسیار مناسب برای پذیرایی این فصله. پس بیا تا با همدیگه درستش کنیم. خب اول از همه مواد رویه رو آماده می‌کنیم. 60 گرم شکر قهوه‌ای، 120 گرم آرد سفید، 2 قاشق چایخوری دارچین و 2 قاشق چایخوری نسکافه و 1 پنس نمک رو با همدیگه مخلوط کنید. همه مواد رو آسیاب کنید تا به این صورت یک نواخت بشه. 80 گرم کره سرد اضافه کنید و با چنگال به خورد مواد بدین. میتونید با خرد کنم انجامش بدین. مواد رویمون آماده است. داخل یخچال بذارید تا مابقی موادم آماده بشه. برای مواد میانی 50 گرم شکر قهوه‌ای، 20 گرم آرد، 2 قاشق چایخوری دارچین و کمی جوز هندی رو با همدیگه مخلوط کنید و مثل مرحله قبل همه رو با همدیگه آسیاب کنید تا یک نواخت بشن. مواد لازم برای تهیه اسفنج کیک: 180 گرم آرد سفید، 2 قاشق غذاخوری نشاسته ذرت، 1 قاشق چایخوری بیکینگ پودر، 40 گرم شیر، 4 عدد تخم مرغ همدمای محیط و کمی وانیل، 20 گرم روغن مایع، 150 گرم کره نرم و 150 گرم شکر سفید. برای درست کردن اسفنج کیک کره نرم رو به همراه شکر هم بزنید تا روشن بشه. روغن مایع هم اضافه کنید و دوباره شروع به هم زدن کنید تا خامه شکل بشه. تخم مرغ‌های همدمای محیط رو به همراه وانیل 2 تا اضافه کنید و هر مرحله خوب هم بزنید تا یک دست بشه. فراموش نکنید که حتما توی این مرحله 1-2 بار مواد رو دورگیری کنید و دوباره هم بزنید. حالا شیر همدمای محیط هم اضافه کنید و با همزن برقی در حد مخلوط شدن هم بزنید. مواد خشکمون یعنی آرد، نشاسته ذرت و بیکینگ پودر رو با همدیگه مخلوط کرده و به مواد اضافه کنید. این مرحله نیازی به همزن نداره و با قاشق به آرومی مخلوط کنید. برای راحتی کار بهتره که مواد کیک رو داخل قیف بریزید و توی سینی فر که کاغذ روغنی انداختید به این صورت پایپ کنید. سطحش رو صاف کنید و از مواد میانی که قبلا آماده کرده و کنار گذاشته بودیم خوب پر کنید. با ته قاشق به آرومی مواد میانی رو کمی فشرده و صاف کنید و مابقی مواد کیک رو روش پایپ کنید. حالا با هر وسیله‌ای که در دسترس دارید سطحش رو صاف کنید و مواد رویه‌ای که از قبل آماده و داخل یخچال گذاشته بودیم روش می‌ریزیم. در آخر اگه دوست داشتین روش مقداری گردوی خرد شده بریزید و با دمای 180 درجه به مدت 35 الی 40 دقیقه بپزید. اجازه بدین تا کاملا از دما بیفته و خنک بشه، بعدم از قالب خارج کرده و به اندازه دلخواه برش بزنید. این کیک بافت نرمی داره و با رویه تردش فوق‌العاده خوشمزه میشه. امیدوارم که با این دستور درست کنید و در کنار عزیزانتون نوش جان کنید.